نوروز یکی از باشکوه‌ترین جشن‌های اقوام آریایی و مردم فارسی زبان است. نوروز بیانگر روز تازه، زندگی نوین و احیای طبیعت بعد از سردی زمستان است. نوروز بجز بیانگر روز تازه باشد، افاده پیام سرورآور از روح تازه، نفس گرم طبیعت، احیای احساس عشق و محبت به زندگی تازه است. جشن فرخنده پی نوروز را در تمام گوشه و کنار مملکت با یک شهامت خاصه جشن می‌گیرند. ساکنان شرفمند و مهنت دوست ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز این جشن جهانی را در فضای متنتن جشن می‌گیرند. ونجیان صبح نوروز را برابر طلوع آفتاب پیشواز می‌گیرند. زنها صبح نوروز بر وقت خیسته با صدای دف به مردم مژده نوروزی میرسانند.
همگان روز نوروز از دهه‌های گوناگون ناحیه با روحیه ایدانه با پیراهن پاک و نفیس به عیدگاه حاضر می شوند. آراستن خواب از سنت‌های بالای نوروزی است. مردم این سرزمین نیز روز جشن دسترخوان نوروزی را با نان و نمک و طعام‌های گوناگون از جمله شکراب، شیرجوش، ترحولا، شیربت و این چنین دیگر غذاهای بهاری که از گل و گیاه آماده می شوند گسترده می نمایند. اوقات ملی ما قایماق باد. اساساً از قایماق پخته می شود در آتش پست. وقتی که ما دیگر بالای آتش میگذاریم بعد در درون دیگ ما قایماق می ریزیم. قایماق که به جوشیدن سر کرد ما به وی آرده آمیخته میکنیم. بعد آهسته آهسته به همه قایماق و آرد جوشیده استاده ما نمکاب همراه میکنیم. بعد با قاشق قطعی آمیخته میکنیم تا آن دمی که همین روغنش از قایماق جدا شود. وقتی که روغن بالا برآمد خوراک ما تیار می شود. شیرجوش یکی از طعام‌های ملی است که خاص مردم ماست. در طرز پختن شیرجوش چنین است: شیر رو میجوشانند، وقتی که شیر پخت نان رو میده کرده میده بعد با همون شیر آمیخته میکنن و میکوبن که همون شیر با یک باره آمیخته میشد. جداگانه روغن رو میکنن، داغ میکنن. وقتی که شیر نان یک جایی که شد بعد به آن رو همین خیلی هموار کرده در بالایش وای میکنن، روغن زر رو علاوه میکنن و همینطور خوراک به دسترخوان وای کرده میشه، پیشکش کرده میشه. نام طعام ملی ما ترحولا. وقتی که ما دیگ رو در بالای تبدان میمونیم با وی کمک روغن، آرد و خنداب عررش میکنیم. وقتی که همین وقتی به جوشیدن سر کرد روغن بالای خیمابت میبراید. بعد اوقات ما تیار میشود. وی را کشیده به دسترخوان میمونیم. یکی از رسوم نجیب نوروزی مراسم جفت براران است که بابای دهقان با نیت نیک دانه ریسک را به خاطر فراوانی به زمین می پاشد. دهقانان این سرزمین نیز با امید رزق فراز در جشن نوروز جفت براران کرده دانه به زمین می پاشند. این است که از آغاز کشت و کار دهقان سر می شود. چون مرد دهقان نخستین بار در ماه عمل به سر زمین بیایند با گاو جفتی و مرد معتبر دیهه داملا مرد پارسا یک فاتحه میخواند و بعد از آن مراسم کشت و کار آغاز می‌شود. الهی آمین. براری کار، پیرا مددگار. امروز روز نوروز است. هر یک دانه که دهقان ما در زمین می پاشد پروردگار یک بانه این را خزینه همین مردم دهقان را پر از ناز و نعمت، دسترخوانشان را با برکت، خانه هایشان پر فیض و هر یک دانه که ما میپاشیم یک دان باید 1000 دان گردد. بی رحمت که یا دوستان همه به سر زمین برای براری کار، برای برکت زیاد شدن، از سر صدق، از دل صاف، برای امروز یعنی گاو بجو برآوردن سرجفتی ما باید که چیز سفیده
کار فرماییم، برای شاخهای گاوها مثال از زمین آرزو کمک سفید کنیم، برای چیز سفید این کشاینده کاره و پیشروی کار و برکت کاره. برای کار اینا مددگار هر یک دانه که ما میپود هاشم برای یک دان 1000 تن پروردگار یکه بر یگانه با وجود یارد که مردم سیر پور و دستارخانهشان پر از ناز و نعمت باشد. در این روز در گوشه های گوناگون این طبیعت دیار بازی های گوناگون تشکیل می شود. از آن جمله بازی بندکشک. جوانان به دو طرف مقابل همدیگر می شینند و با بین خطی را می کشند و از او طرف بند می کشند. آنانی که از خط گذشتند مغلوب شده حساب می یابند. بازی خروس جنگ، کپ جنگ، هزل و شوخی های نوروزی، بیت برک، همچنین بازی های عنعنوی هستند که از طرف جوانان اجرا می شوند. یکی از این بازی ها خرک جوجو می نامند و این بسیار بازی عجایب است و در این بازی 4 تن جوانان دستی همدیگر به پشت همدیگر گذاشته 4 نفر دیگر از بالای ها به نوبت می پرند و چند من گفته اون کسانی که اگر که تا 20 من یا 10 من با یک نفر حساب کرده توانست مغلوب شده حساب می یابد. امروز دمی سرجفتی یکی از بازی اساسی ما خرک جوجو است. بازی خرک جوجو بازی میکنیم همه کسا. یعنی که در گروه میشیم. محله بریتور جمشید، اسماعیل، کریم، رحمت الله. این 4 کسا شما. محله بریتک که این 4 نفره خود شما بازی میکن. یکی یک شرط است. کسی که دمی خرک جوجو بایدو ویگایی زیافت در بالاش. یعنی که شما اگر 4 کس بایدوی به این 4 کس مگه زیافت کنید. رفتیم یکم آدم رفتیم. یک من 2 من 3 من 4 من 5 من 6 من 7 من 8 من 9 من 10 من. بازی چلیک دنگل هم بین بچگان بهتر شهرت دارد. در این بازی 2 نفر اشتراک میکنند و بازی با همین طریق آغاز می‌یابد که یک شخص چوب را با دوری بزند با چوبی در دستش بوده، اون طرف دیگر اون چوب را به همون دایره می‌پرتاید و اگر چوب با دایره نرسید این شخص باز چوب را چند بار دیگر میزند و مسافه تخمینا 100 یا 80 متر و جوانی که دوم با یک نفس سو گفته به همون پیش دایره میدود. اگر در یک نفس گفتن نتواند این شخص بالودگی سو می‌کند.
راستش کشا. آمدن بهار را همگان بی‌صبرانه انتظار می‌کشند، به خصوص کودکان و نورسان. از قدیم الایام در روز نوروز و بهار در بین دختران و پسران بازی‌های گوناگون بهاری بودند و تا امروز نیز پایدارند. هر یک منطقه به خود رسم و رسوم، عنعنه و بازی‌های خاص دارد. در درون دستی سوختگی صبح اگر با جور همین چه در گیجاش برسه همین سوختگی صبح میروم. انا برای همین یا در بالاش یا نزدیکن میپرتون. حتی نپرتونی بعدی مردم کلش دوم دادن میگیره. کنم گیش صبحش کن. آه نیست ها. بسته کشور بسته. اون طرفتا بسته. اون طرفتا بسته. خوب؟ یکی. حاضیم حساب میکنیم تو چند میبرویه بعدی تو این مردک با میزنم اگر که حسابی تو این زیاد برومد وای سو میدوم فهمیدی؟ حساب کنیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 نه 27 نه 27 نه 26 و منه 26 نیم منه 26 و یک وجب و 4 شدیم و یا گرفته 26 و یک وجب و 4 شدیم رفته انا این مردک چرا تموم کن انا مقصد همین بازی حساب میکنیم 26 یک وجب 4 کنیم حساب میکنیم پاد خطی حساب کن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 دوید 26 دوید یک وجب 4 چلیک یک وجب و 4 چلیک دیگه انا همیه تو آخیره تو همون جره با یک دم یعنی با یک نفس با یک نفس سو میداری فهمیدی نه؟ با یک نفس سو اگر نفست گرفت این مرده که پشت میکنی گردی هم میدان میگردی شنده که باید در کورات همین خطر در گردی میدان میگردونی فهمیدی؟ جاش مالی تو همیجا سونه کتا میکشیم انا عارف پشت برای انا همیجا این مرده در پشت میشه میره هبا چرا این مرده که برید بازی را رفتیم سو گفتم شکرانه کی باز نوبهاران آمد ابر آمد و باز بوی باران با آمدنی بهار سبزی نجمال شکرانه کی باز
شکرانه کی باز نوبهاران ای بهاری آرزوی عمر انسان مرهم ای صفای رزگاری چرخ گردان مرهم از نزاکت نکهتی گل بر مشامی کس رسد نازی نورزی به خاکی تاجیکستان مرهم ای دست بیا باز به نوروز رسیدیم نوقیسه بی پرداز به نوروز رسیدیم در پرده گلبادی نوا کرده پریشان ای مرغ خوش‌آواز به نوروز رسیدیم نوروز بیا که جای تو در دل ماست نوروز بیا که جای تو منزل ماست نوروز بیا که جای تو خانه چشم با نوری رخت روشنی محفل ماست ما این بازی رو در عید نوروز بسیار استفاده میبریم وقتی این دخترای داشتگی هستند و اینا این بازی رو بسیار دوست می‌دارن من هم خودم در خصوصی به این بازی بسیار سر داشتم در بین دختران باشد بسیارتر بازی با سنگ ها معروفیت دارد. قطعه دلوازه هازی ما این بازی نشان میدیم. یکی از چنین بازی ها زدن سنگ با پای می باشد که در بین مردم ونج با نام شلاقک معمول است. وقتی ما را پرتافتن بعد بدیم کسی خانه چه دختران سر اول در روی زمین خانچه ها کشیده بعداً سنگ را با واسطه ضربه پای به هر یک خانچه وارد می سازند. این بازی زیاده از 6 بخش دارد و هر یک دختری که همه بخش ها را بی خطا به انجام می رساند غالب دانسته می شود. اساساً این بزمی که امروز ما پیشکش تماشابینان میگردونیم بزم دایره بزم نام دارد و دایره بزم در ناحیه ونج بسیار شهرت یافته است و ما امروز میتوانیم که همین دایره بزم را با همین گروهی که از زیاده از 6-7 نفر عبارت است برای جشن عید نوروز پیشکش نماییم.
نوروز مبارک باشد. چهره شادی دلفریز مبارک باشد. همه جا خرمی و تازه جوانی بینم. عید فرخنده این نوروز مبارک باشد. نوروز که خاصی تاجیکان است، با نام و نشانش جاویدان است. جمشید بود ابتدایش، با داکینه بینی انتهایش. از قرن به قرن ره پیماست، این عید بزرگ این ملیحاست. با آمدنش همه معطر، گردن تل و تیپه ها منور. ای وطن یک فردی با ناموس و عارت می شوم. مثل طفلی دوست دارد در کنارت می شوم. خان بگفتی علم آموز و نما خدمت به من، میپذیرم پند نیک و افتخارت می شوم. ای وطن ای خانه آبادی من پاینده باش. پاره از میهنی اجدادی من پاینده باش. بارها چون ماه گردون سوختی و باختی، با همه مهری که داری در بدن پاینده باش. روشنی بخش جهانی تیره بودی هر زمان، چون چراغی رهنمایی این انجمن پاینده باش. نوروزی نو بهاران گل در میانی خارد، غنچه دهان گشاده بلبل چی بیقرار است. نوروزی نو بهاران و دورخان مبارک، این روز شاد و خندان به کودکان مبارک. نوروزتان پیروز باد، هر روزتان نوروز باد. گل همه گل گل اندر بهار مهتر است. گل همه گل گل اندر بهار مهتر است. بادن نوشیدن فقط در دور یار مهتر است. بادن نوشیدن فقط در دور یار بهتر است. آب گرچه دایم آب هست و روان در وادی ها. آب گرچه دایم آب هست و روان در وادی ها. خوردنی آب از نهادی کوثر بهتر است. خوردنی آب از نهادی کوثر بهتر است. زندگی در هر کجا گر میکنی با دلخوشی. زندگی در هر کجا گر میکنی با دلخوشی. دلخوشی هم پیش چشمی دوستدارم بهتر است. دلخوشی هم پیش چشمی دوستدارم بهتر است.
جشن نوروز رمز پاکی و شایستگی، جشن نور، تولید روز نو، وحدت طبیعت با انسان، غلبه نور بر ظلمات، نیکپنداری و نیک رفتاری است. نوروز که امروز جهان افروز و بین المللی شد، با همه سنت‌های نکویش در این منطقه جشن گرفته می شود و امروز قلب مردم مهنت دوست ناحیه ونج سرشار از محبت بهاری، لبریز از نسیم و نصرت نوروز است. با نگاه نیک به فردا، گام‌های استوار در راه سازندگی و بنیادکاری می‌گذارند.
است.